شاید قرار باشه این جمله رو، این صحبت رو هر روز و هر لحظه در هر شرایط به خودتون یادآوری کنید که من خارج از این که در هر ماجرا، در هر مسئله، در هر شرایطی که هستم و دست به انجام هر کاری که زده بودم، قرار هست بزنم، اگر الان حتی یه بساطی رو توی خیابان پهن کردم و میخوام بفروشم، اگر امروز همین الان از خونه خارج شدم، همین الان من از خونه خارج شدم، اگر قرار هست تماس بگیرم با شخصی، اگر قرار هست وارد ماجرایی بشم، من باید این صحبت را در ثانیه به ثانیه زندگیم به خودم یادآوری کنم تا درک شود، تا فهمیده شود، تا لمس شود. من هستم. گوش کنید، الان من یه بساطی رو گوشه خیابان پهن کردم. من هستم که قرار هست رزق و روزی، خیر و برکت، پول، من هستم که قرار هست آن ماجرا را در 24 ساعت، در یک هفته، در 2 هفته، در 1 ماه که قرار هست این بساط را داشته باشم تجربه کنم. امروز من که بالا سر این بساط هستم، توسط خود من ایجاد می شود. تمام کسانی که برای خرید به سمت من می آیند توسط خود من هست. من نباید در سرما، در گرما بنشینم و خدا کنم و حالتهایی از غم، دلسوزی، ناراحتی، تنهایی، غمگینی، حالتهایی از عجب زندگی شده، عجب زندگی هست، عجب دنیایی هست، عجب دور و زمونه‌ای هست، حالتهایی از نبود حمایت، نبود زندگی درست و چنین حالتهای پر از غم، پر از اندوه، پر از ناراحتی، پر از حسهای فوق‌العاده‌ای که دارای انرژی پایین هست. نباید اونجا بنشینم و به همراه چنین انرژی هایی، بلکه من کسی هستم که الان میخواهم آگاهانه بساطی رو پهن کنم، 4 تا جوراب، 4 تا شمع، 4 تا آب معدنی، 4 تا آب میوه بفروشم. من باید بدانم رزق من از اندیشه من، روزی من از اندیشه من، فراوانی من از اندیشه من، ثروت من از اندیشه من. باید بدانم. چشم من باید به اندیشه‌ام باشد. چشم من باید به درون من باشد. وجود من باید در وجود من باشد. من نباید بنشینم و در حالاتی از انرژی های فوق‌العاده پایین و مخصوصاً انرژی های مثل من بی کسم، من تنها هستم، من کسی نیست از من حمایت کند، من بلکه آگاهانه روز به روز سطح انرژی میره بالا و تمام
بساط امروز، تمام تجربیات امروز از درون من بر زندگی من ایجاد می شود. من آمدم که این روز رو تجربه کنم. امروز من توسط خود من هست. امروز من که بالا سر این بساط هستم، من هستم که باید از خود حمایت کنم و در درونم بروم و از وجود خودم توقع داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی ابتدا درک، ابتدا فهمیده بشه، ابتدا لمس بشه و سپس آگاه نسبت به ماجرا. ما چکار میکنیم؟ میدانیم که تمام امروز از درون خودمون میاد و نمی نشینیم اونجا که یه نفر از راه برسه و بعد از 10 دقیقه 15 دقیقه سوال پرسیدن یه جفت جوراب از ما خریداری کنه، بلکه ما صبح که از خواب بیدار میشیم به دلیل اینکه آگاه شدیم نسبت به ماجرا، سطح انرژی ما بالاست و ما اجازه نمیدیم که دنیای بیرون احساسات و انرژی های ما رو چکار کنه؟ کنترل کنه. و زمانی که بالا سر اون بساط جوراب فروشی هستیم، اینقدر سطح انرژیمون خوبه، 1 2 3 شخص از راه میرسه میگه آقا جان تمام این جوراب ها رو میخوام الان از شما بخرم و در کنارش به من بگو آیا میتوانی روزی یا ماهی یا هفته این تعداد جوراب رو به دست من برسونی؟ بعد سبب همون یه دونه مشتری سبب میشه که شما با روزی 2 دقیقه 3 دقیقه کار کردن توی خونه درآمد سالانتون رو چکار کنید؟ در بیارید، دریافت کنید، کسب کنید. پس امروز من نمیرم بیرون سرم پایین باشه، من بی کسم، من تنهام، من حامی ندارم، من رفیق ندارم، من پارتی ندارم، من همسر ندارم، من عزیز دل ندارم، من پول ندارم، من جان ندارم، من مریضم، من سرما خوردم، من پیر شدم، من پیر هستم، من میان سال هستم، من 50 سال دارم، من 45 سال دارم، من بدنم پهلو داره، من بدنم اینجوریه، من موهای بدنم اینجوری شدن، من اصلا مو ندارم. نه، من میرم بیرون با یک انرژی فوق العاده عالی. من الهی کامل دانا توانا، من ارزشمند با ارزش دانا، من شایسته، من سزاوار عشق و تمام محبت ها در این عالم، من آگاه نسبت به خلق و تجلی، من آگاه نسبت به علت و معلول، آگاه نسبت به فرض و تلقین، آگاه نسبت به شکرگزاری، قدردانی و سپاسگزاری. 1 2 3 من میرم بیرون، یک دنیا اتفاق وارد زندگی من میشه و این یک دنیا اتفاق از درون من بر من ایجاد شده. من نمیرم بیرون که برم توی نمیدونم سرم پایین باشه به عنوان شخصی که بی کس، تنها، ناراحت، غریب، غربت، آواره، در به در، دل شکسته، پر از غم، پر از غصه، پر از ناراحتی، پر از من نمیرم بیرون که یک نفر بیاد به سمت من به من بگه آقا جان شما به عنوان مثال جذابی و من خوشحال بشم. نه، من میدانم که جذابم و وقتی بیرون میرم 8 میلیارد انسان به سمت من میآیند و به من میگویند خانم، آقا شما چقدر جذابی و من عین خیالم نیست. چرا؟ چون میدانم که جذاب هستم و خوشحالی های من به خاطر این نیست. من
قبل از اینکه از خانه خارج بشم میدانم که جذابم. تو شبانه روز به من بگو جذاب، منظور تو شبانه روز به من بگو زیبا، تو شبانه روز به من بگو ارزشمند. خب من که میدانم هستم. یک دنیا اتفاق فوق‌العاده امروز برای من رقم میخوره. خب طبیعیه. چرا طبیعیه؟ چون شما منتظر ننشستی که یه دونه اتفاق برات رقم بخوره بعد بگی آی خدایا شکرت. نه، بلکه دانش زندگی رو یاد گرفتی، سطح انرژی خودتو بردی بالا، صبح که بیدار شدی روزتو با برکت کردی. خداوندا برای امروز شکرت. خداوندا برای تمام اتفاقات فوق‌العاده بی‌نظیری که به طور غیر منتظره در تمام لحظات به سمت من می آید شکرت. خداوندا برای این لحظه، برای این زندگی شکرت. 1 2 3 آغاز حضور و جاری شدن اتفاقات در زندگی شما. پس یکی از چیزهایی که ما باید بدانیم اینه: من امروز حق ندارم از خونه خارج بشم. بعد حالاتی از خودتان بگویید نه، من امروز از خونه میرم بیرون و مطمئنم که از زمانی که پامو از خونه خارج میکنم تا زمانی که برمیگردم دنیا 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 اتفاق فوق‌العاده و همزمانی وارد زندگی من میشود. در نتیجه پس من منتظر نمی شوم تا، بلکه تمام تاها را خودم از قبل در خودم ایجاد کردم. کدوم تاها؟ یعنی اون خوشحالی ها، یعنی اون شادی ها، یعنی اون منتظر بودن ها. مشتری میاد بالا سر بساطت: آقا من 10 تا شمع میخوام. شما منتظر بودی، عین خیالت نیست، بفرمایید. تمام. آقا کل بساط چند؟ شما منتظر بودی، کاملا عادی، کاملا ریلکس، کاملا خونسرد، اصلا فروشی نیست. منتظر بودی. تعجب نمی کنی. چرا؟ چون صبح که بیدار شدی به زندگی خودت برکت دادی. صبح که بیدار شدی طبق قانون زندگی طبق دانش زندگی روزت را آغاز کردی. چون صبح که بیدار شدی ابتدا زندگی را به خودت یادآوری کردی که زندگی این نیست که من و تمام آنچه در حال تجربه هستید. نه، زندگی این هست که من اینجا هستم تا تمام آنچه که در مورد دانش زندگی شنیدید، در مورد خود زندگی شنیدید. من اینجا نیستم که یه اتفاقی رقم بخوره بعد شادی کنم. ابدا. من اینجا نیستم که رئیس من به من مرخصی بده بعد شادی کنم. ابدا. من خودم مرخصی رو برای خودم در وجودم تجلی می کنم. بعد رئیس من بعد از 1 ساعت 2 ساعت فردا از راه میرسه، میگه خانم محترم، آقای محترم، شما از تاریخ بعد شما اصلا تعجب نمی کنی. شما فقط درونت ذوق داری، فقط دلت میخواد زمین و زمانو سجده کنی، چون مطمئن بودی. دقیقا مثل این میمونه.
شخص دائما بخشندگی میکنه و خودش هم همون لحظه میگه برای من میاد، شما این پول رو فعلا بگیر استفاده کن، برای من میاد، برای من میاد، برای من میاد، برای من در تمام لحظات میاد. شما فعلا این پول رو داشته باش، برای من میاد. شما حالا این پول رو استفاده کن، برای من میاد. شما حالا فعلا این پول رو بردار، برای من میاد. حواستان باشد. دانش زندگی و خود زندگی و زندگی کردن این گونه است. طبق دانش زندگی کردن، زندگی شما نه اینکه میلیاردها میلیارد درصد، نه، بلکه دنیا 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 کهکشان فرق، فاصله و تفاوت هست بین کسی که داره طبق دانش زندگی میکنه و کسی که هر از گاهی یه نگاهی به علم زندگی میندازه. طبق دانش زندگی کردن یعنی اطمینان، اعتماد و خاطر جمعی. تمام خاطر جمعم، دلم قرصه. خانم چه کفش قشنگی، خودم میدونم صبح که بیدار شدم خودم زمانی که میخواستم کفشمو بپوشم بهش نگاه کردم، ازش تعریف کردم، بابت این کفش از این زندگی قدردانی کردم. 1 2 3. و اما صحبت آخر شاید این باشه: پس ما منتظر نمی شویم تا یک نفر، تا یک ماجرا، تا یک اتفاق وارد زندگی ما شود تا ما کمی خوشحال شویم. نه، بلکه ما علم زندگی را یاد میگیریم و اگر از صبح تا شب دنیا 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 اتفاق برای ما رقم خورد، برای ما طبیعیه، خودمان آن را تجلی کردیم. تمام. 2 نفر به اصطلاح انسان غریبه، ما انسان غریبه نداریم، وارد خونه می شوند. شما میری بیرون ولی مطمئنی، همسرت میگه خونه رو تنها گذاشتی، تو میگی من مطمئنم. 4 ساعت بعد برمیگردی میبینی همه چیز سر جاشو. حالا 1 نفر دیگه در وجودش پر از بی‌اعتمادی. چرا؟ چون آگاه نسبت به علم زندگی نیست، چون هر کس نسبت به ظرفیت، سعادت، لیاقت و درونی که دارد در این عالم دریافت میکند. اگر که 1 ساعت به 1 ساعت برگردم اینجا و 1 ساعت به 1 ساعت این صحبت رو تکرار کنم، باز هم سیر نمی شوم، باز هم قانع نمی شوم، باز هم آرام نمی شوم، چون صحبتی است که در هر لحظه باید در نظر گرفته شود. یعنی چی؟ یعنی من الان دارم وارد کافی شاپ میشم. آفرین، من مطمئنم عشق و احترام و ارزش و بهترین سرویس دهی به سمت من میاد. من مطمئنم دنیای همزمانی در این کافی شاپ برای من رقم میخورد. من مطمئنم بهترین اتفاقات در این کافی شاپ برای من رقم میخورد. من مطمئنم یه دنیا اتفاق فوق‌العاده در این کافی شاپ برای من رقم میخورد. آفرین.
وارد شرکت شدی امروز، آی خدایا شکرت، خودت بگو من بشنوم، خودت بگو من بشنوم. فردا میخوای سخنرانی کنی، آفرین. منتظر نمیشوی که حالا آخر سر طرف برا دست بزنه یا دست نزنه، بلکه مطمئنی به عالی بودنت، به زیبا بودنت، به قشنگ بودنت، به عملکرد تأثیرگذارت، به عملکرد اثرگذارت، به عملکرد فوق‌العاده‌ات، به عملکرد بی‌نظیرت، به عملکرد منحصر به فردات. آخر سر همه با دل، با جان، با عشق، با تمام وجودشون برای تو دست میزنن، ولی تو میدانی که این همان چیزیست که باید باشد و الان هست و کاملا طبیعیه و حتما و قطعا سزاوارش بودی و هستی و تمام. خداحافظ. منتظر نمیشی این وسطا یا انتها یا فردا کسی بهت بگه بد بودی، اینجوری بودی، اونجوری بودی. ابدا. تو فقط میدانی از قبل، چون باور داری و باور کردی، چه بخوای چه نخوای همیشه عملکردت فوق‌العاده است. شما زمانی که بدانید من اگر تمام حواس و تمرکزم فقط بر روی انجام دادن باشه و چیزهای جانبی نباشه، مطمئن باشید همیشه و همیشه تأثیرات فوق‌العاده‌ای میگذارید. حواستون به چیزهای جانبی نباشه، بهتر نباشه، اصلا نباشه. یعنی چی؟ یعنی فلانی، فلانها، فلان شخص، فلان انسان خدایی نکرده چنین اتفاقی و چطور صحبت کنم و تمام اون اندیشه های فوق‌العاده ضعیف و سست و کوچکی که به سمت انسان میاد برای انجام هر کاری. زمانی که تمرکز روی اینها نباشه، زمانی که تمرکز فقط روی انجام دادن باشه و من عالی و فوق‌العاده هستم و فقط در آرامش کارم را انجام میدم و تمام. و میبینید و تماشا میکنید چه بازخورد فوق‌العاده بی‌نظیری رو از این عالم دریافت میکنید، تا اینکه حواستون به این باشه آیا کسی از شما، یعنی شما از 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه قبل که قرار هست برید روی صحنه، باید مطمئن باشید که تمام این ماجرا تجربه است و تمام این تجربه به واسطه خودتونه. و شما باید بر این تجربه اثر بذارید، نه این تجربه بر شما. شما از 6 ماه قبل باید بدانید که عالی و فوق‌العاده هستید و تمام. شاید بهتر باشه هر روز به خودتون یادآوری کنید همیشه 2 حالت داره، یا من غالب هستم بر زندگیم، یا من اجازه میدهم که زندگی بر من غالب شود و من در تمام لحظات و در هر تصمیم و اندیشه 2 حالت دارم، یا اینکه غالب بر تمام ماجرا، یا اینکه اجازه دهم ماجرا بر من غالب شود. و سلام. در مغز، در وجود، در DNA خود قرار دهید. دانش زندگی ماجرایی است که
در تمام ثانیه ها من می توانم ازش استفاده کنم و دانش زندگی قصه های خونه مادر بزرگ نبوده و نیست و نخواهد بود. یاد یک شخصی افتادم. یه ویدیویی به دست من رسید یک سال و نیم پیش. یک خانومی در یه اسنپ بود، عقب نشسته بود. وقتی صحبت میکرد وجودش سرشار از غم نسبت به چی؟ نسبت به مسائل جامعه. یعنی اجازه داده بود که تمام ماجراهای جامعه در خونش نفوذ کند. شما باید بدانید ما 2 واقعیت داریم. یه واقعیت بهتره فقط این گونه بگویم، ما فقط یک واقعیت داریم و آن خودت هستی. تمام. در همان لحظه که این خانم در صندلی عقب اون ماشین نشسته بود و سر تا سر وجودش در غم، در حالات فوق‌العاده پایین بود، در همان لحظه یک شخص دیگر در یک انرژی فوق‌العاده قدرتمند و اندیشه های فوق‌العاده بی‌نظیری نسبت به زندگی. فرق فقط همینه، آگاه نسبت به زندگی و سلام. و شاید بهتر باشه دوباره تکرار کنم، در ثانیه‌ای که تلنگری، ضربه‌ای، سر سوزنی، تکانی در ضمیر ناخودآگاه شما، در انرژی شما، در ذهن شما رقم میخوره، بیرون 1 2 3 تمام به شما پاسخ میدهد. پس به هیچ عنوان نیاز نیست که دائما ماجرا رو بزرگ و پیچیده و پرپیچ و خم کنید. فقط کافیه به همین صحبت ساده عمل کنید. یعنی اگر امروز در پای بساط ایستاده اید، حالات دیروز رو نداشته باشید و بنشینید و تماشا کنید. اگر انسان‌ها برای خرید نسبت به دیروز 10 برابر بیشتر نشدن، دیگر به سمت این عمل نروید. دانش زندگی به گونه است که عمل کنی جواب میگیری، ولی اگر 5 سال حواست هم به دانش نباشه خبر خاصی نیست. ولی اگر در یک 24 ساعت ثانیه به ثانیه حواست باشه، یک دنیا معجزه برات رقم میخوره در اون یک روز. چرا؟ چون در یک 24 ساعت شما یک دنیا ضربه به ضمیر ناخودآگاهت زدی، به درونت زدی، به ذهنت زدی و جهان هم بهت پاسخ داد. جهانی نیست، خودت به خودت داری لطف و محبت میکنی. پس من فردا میخوام برم وام بگیرم، نرم به واسطه این که رئیس بانک قبول کنه و پشت سرش بگم آخ جون. نه، من مطمئنم که این اتفاق برای من رقم میخوره.
من فردا میخوام برم سفارت، نمیرم سفارت که منتظر بشم که شخص به من بله بگه. من از لحظه‌ای که وارد میشم این حالت خاطر جمعی از چشمان من در حال درخشیدن هست. مثلا شخص به محض اینکه شما رو میبینه حس میکنه در اون لحظه بهش داره وحی میشه که کار این شخص رو انجام بده. قبلا گفته بودم کارمند سفارت به شما میگه خانم آقا منتظر نباش تا 10 روز دیگه، 10 روز دیگه شما بیا برای دریافت به اصطلاح پاسپورتت. حالا یا شما قبول میشی یا نمیشی، ولی زمانی که شما الهی پیش بری شخص بهت میگه مطمئن باش جواب میگیری، پس امشب با خیال راحت بخواب. و شما اصلا تعجب نمی کنی. میدونید چرا من یکی از دلیل هایی که من هیچ وقت نمیتوانم در هر حالتی که هستم، بعضی وقتها من فقط 1 دقیقه برای صحبت به اصطلاح دارم، بعضی وقتا فقط 5 دقیقه، بعضی وقتا انرژیم فقط برای 5 دقیقه است، بعضی وقتا در حالتی هستم که بیشتر از 10 دقیقه نمیتوانم، بعضی وقتا در حالتی هستم که بیشتر از 3 دقیقه نمیتوانم، بعضی وقتا در حالتی هستم که بیشتر از 15 دقیقه نمیتوانم. ولی میدونید چرا این صحبت ادامه پیدا میکنه؟ همیشه ادامه پیدا میکنه به خاطر ذوقی که در این علم وجود داره، به خاطر نوری که در این علم وجود داره، به خاطر معجزاتی که در این علم وجود داره، به خاطر نمیتوانید تصور کنید که چه دنیای فوق‌العاده باشکوهی این علم، اما انجام دادن این علم برای شما ایجاد می کند. نمی توانید، اما به شرط اینکه علم طبق علم و طبق نگرش این. بعضی وقتا زمانی که فکر میکنید میبینید که اصلا ما در مورد چیز خاصی صحبت نکردیم، ما فقط یه صحبت ساده مطرح کردیم. گفتیم که آقا جان منتظر نباش، قبل از اینکه منتظر باشی منتظر نباش، ننشین، خودت ایجاد کن، همین، به همین سادگی. حالا شما هستید و این صحبت فوق‌العاده ساده. حالا به نظر شما همین الان چند نفر این صحبت رو انجام میدن؟